خواهران عزیزم، میدانید شوهر چی زمان توجهی بیشتر داره به شما؟ زمانی که احترام متقابل رعایت بشه، زمانی که درکش کن، خسته و مانده و کوفته و ذله از سر کار میای، قر نزن. به جایی که به یک جبین باز استقبال بکنی و یک لبخند رو استقبال بکنی، آغوشش بگیری، به دروازه به استقبالش بروی، یک گلاس چای، جوسی، آب سرد برش تهیه کنی، بسیار احترامانه پیشش بگذاری، در همون لحظه حساس که او خسته است با او دعوا و جنگ شد. حالا این چیز نیاردی، او را نیاردی، این کار نکرد، چطور محبت ایجاد بشه؟ اگر میخوایی که محبت واقعی ایجاد بشه، احترام متقابل، درک چی نمیسی قابل. خیلی از جنجال‌های خانوادگی ما به اساس بی‌درکی جانبین است. دو طرف همدیگر را درک نمی‌کنند.